مهمترین کلید موفقیت در هر چیزی چیه؟ استعداد نیست، مهارت هم نیست، آتشه. داستان مشترک افراد موفق آتشه. هوش نیست. افرادی هستند که با هوش کمتر، با مهارت کمتر و توانایی کمتر در سطح بالاتری عمل می‌کنند، چون هرگز آتش خودشون رو از دست نمیدن. چگونه زندگی خودتون رو میسازین؟ شما برای چه چیزی آتش دارین؟ اگه به اندازه کافی برای پاسخ آتش داشته باشین، پاسخ رو پیدا خواهین کرد. اگه به اندازه کافی درون خودتون آتش داشته باشین که بگیم باید به سطح بعدی برم، باید موفق بشم، باید تفاوت ایجاد کنم، باید گسترش پیدا کنم، پاسخ رو پیدا خواهید کرد. هوش افراد افزایش پیدا میکنه اگه به اندازه کافی آتش داشته باشن. اما اگه همه چیز رو داشته باشین و آتش نداشته باشین، چیز زیادی نخواهید داشت. هر کسی میتونه هر کاری رو که میخواد انجام بده، اما بستگی به این داره که چقدر اون رو میخواد. اگه اون رو به اندازه نفس کشیدن بخواید، هیچ کس نمیتونه جلوی شما رو بگیره. قدرت شخصی به معنای توانایی اقدام کردنه، برداشتن گام هایی که لازمه تا یه ایده رو به واقعیت تبدیل کنید. این ابزار شماره 1 که بیشتر مردم هرگز در زندگی خودشون ازش استفاده نمی کنن. این هدیه‌ایه که هر یک از ما در حال حاضر و در هر لحظه از زندگی خودمون داریم. شما میتونید شروع به استفاده از قدرت خودتون بکنید. میتونید شروع به پیگیری کنید. میتونید این ایده رو در ذهن خودتون داشته باشین و اون رو به واقعیت فیزیکی تبدیل کنید. چه ایده‌ای دارین؟ اینکه چگونه میخواین رابطه خودتون رو بسازین، یا چه مقدار پول میخواید به دست بیارید، یا کسب و کاری رو که میخواید شروع کنید. مهم نیست این در حال حاضر در دسترسه. تنها کاری که باید انجام بدید اینه که تصمیم بگیریم و پیگیری کنیم. ببینین مایکل جکسون میتونه به شکل معروف خودش حرکت کنه، چون هر روز از خودش میپرسه چگونه میتونم این رو بهتر کنم. جایی که تمرکز باشه، انرژی جریان پیدا میکنه. شما میخواین روی چه چیزی تمرکز کنین؟ چون هر چیزی که روش تمرکز کنین احساس میکنین و به سمت اون حرکت میکنید. تصمیمات شما هستند که سرنوشت شما رو کنترل میکنن. پس اولین تصمیمی که در هر لحظه میگیرین اینه که روی چه چیزی تمرکز کنید. میخواین درآمد خودتون رو تغییر بدین؟ میتونین به کلاس کسب درآمد میلیون‌ها پول بیشتری بدین، ولی تا زمانی که به چیزی که برای شما ضروریه تغییر نکنین نخواهید توانست. وقتی این کار رو انجام بدید راهی پیدا خواهید کرد. اگر هر روز روی چیزی تمرکز کنین و از خودتون بپرسید چگونه میتونم اون رو بهبود بدم، به خودتون بگید که به نوعی باید بهترین بشین در اون زمینه، استاد خواهید شد. و اگر چیزی رو که میخواین ندارین، از گفتن داستان به خودتون دست بردارین که پول ندارین، وقت ندارین. اینها دلایل بیهوده‌ای هستن. این به این دلیله که شما خودتون رو متعهد نکردین. مرسی که تا اینجای ویدیو با همون همراه هستین. لطفاً برای بیشتر دیده شدن ویدیو لایک و کامنت رو فراموش نکنید. وقتی آتش داریم به حقایق اهمیتی نمیدیم، به احتمالات اهمیت نمیدیم. این کیفیت یک برنده است. شما این کیفیت رو در درون خودتون دارین. افرادی که به دنبال رویاهای خودشون میدون افرادی هستند که آتش دارن. میدونن اگه قرار اتفاق بیفته به خودشون بستگی داره. اونها میدونن که زمانهای سختی خواهند داشت. اونا به دویدن ادامه میدن، چون درون خودشون میگن مهم نیست چقدر بد باشه یا چقدر بدتر بشه، من موفق میشم. تعهد به معنای ایستادگی کردنه. ایستادگی برای خودتون.
تعهد به معنای انجام دادن عمدی کار هاست. تعهد به معنای انجام دادن اون به هر قیمتیه. ببینین وقتی متعهد میشیم که من ثروتمند خواهم شد، وقتی اون رو مهم میکنین، وقتی تصمیم میگیرین من این کار رو به هر قیمتی انجام خواهم داد، زندگی برای شما تغییر میکنه. بیشتر مردم به تعهدات خودشون پایبند نیستن. به همین دلیله که زندگی پر از بدبختی دارن، زندگی پر از ناراحتی. هر تعهدی که میکنین به تعهد خودتون پایبند باشین. مهم نیست چی پیش میاد، اگه سخته اون رو سخت انجام بدین. ما میگیم نه خیلی سخته، ما روحیه خودمون رو به چالش نمیکشیم. خانوم ها، آقایون، هیچ چیز به اندازه روح انسان قدرتمند نیست. شما نمیتونید اون رو نابود کنید، میتونید اون رو مجهز کنید، اما نمیتونید اون رو از بین ببرید. تنها کسانی حاضرن ادامه بدن که به اندازه نفس کشیدن بخواین. در این صورته که میگید من حاضرم هر فداکاری بکنم، حاضرم هر دردی رو تحمل کنم، حاضرم هر رنجی رو تحمل کنم، حاضرم هر چی لازم باشه رو انجام بدم. پس وقتی به این نقطه میرسید تصمیم میکنم که در پایان من کسی نخواهم بود که تسلیم بشم. وقتی چیزی رو خیلی میخواید نمیتونید هزینه ها رو حساب کنید، چون اگه هزینه ها رو حساب کنید و ببینید چقدر هزینه داره ممکنه تسلیم بشید، ممکنه دست بکشید. باید این ذهنیت رو وارد بشین که من هزینه ها رو حساب نمی کنم. هر تعداد تکرار که لازم باشه انجام میدم، هر چقدر که لازم باشه مطالعه میکنم، هر قیمتی که باشه میپردازم. اگه شروع به شمردن هزینه ها کنم ممکنه تسلیم بشم، ممکنه دست بکشم. هزینه ها رو نشمارید، فقط هر کاری که لازمه رو انجام بدین تا هر چیزی رو که میخواین به دست بیارید. و اون زمانهایی که میخواید تسلیم بشید مطمئن بشید که یک چیز رو به خاطر میارید. تمام اون زمانها، ساعتها و روزهایی را که برای بهتر بودن فداکاری کردید. هرگز از فداکاری کردن پشیمون نخواهیم شد.